امت آخر، امت پیامبر صلی الله علیه وسلم تا قیامت این سرزمین و بیت المقدس از آن اسلام و مسلمین هست و هیچ مذهبی غیر از ملت اسلام و مذهب اسلام و اهل قرآن و اهل دین و امت محمد رسول الله و پیروان اصحاب رسول الله هیچ یکی دیگری حقدار این سرزمین و این بیت و این خانه خدا نبوده و نیست و تا قیامت این برای اسلام خواهد باقی ماند انشاءالله. صهیونیست گفتم با دلیل و مدرک، با آیات و روایات گفتم، ثابت از کتاب آنها و از کتاب امت اسلام این ثابته که حق مالکیت از آن امت اسلامه. برای یک روزی یهود، نصارا، مسیحی، غیر مسلم حق زیستن و قدم زدن در آن سرزمین را ندارند. و اگر صهیونیست آمده، نصارا آمده، یهودیت آمده، این از ضعف شما مسلمانان هست، از ضعف ایمان شما بوده. برای یک روز اینها حق زیستن در سرزمین مقدس را ندارند. سرزمین قرآن میفرماند سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله. زمینی که من بر آن برکات خود را نازل کردم، این برکات از آن امت اسلامه. برای یک روز، برای یک لحظه، برای یک ساعت حق زیستن را نه یهود داره، نه نصارا داره، نه مشرک داره، نه ملحد داره. هیچ ملتی غیر از اسلام و غیر از امت رسول الله و اهل قرآن دیگران نداره. بیدار باشید، بدانید حق شما چیست، بدانید شما کیا هستید. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. الله میفرماد لا تهنوا، ضعف به خود راه ندهید، لا تهنوا و غم نخورید و انتم الاعلون، شما هستی پیروز.